ویدیو معرفی دنیای صوفی رو آپلود کردیم و حالا نوبت شروع تحلیل این کتابه. فلسفه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم مربوط به شیوه اندیشیدن جدیدیه که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح شروع شد، زمانی که انسان پدیده‌های طبیعی و رویدادهای مختلف رو به جای توجیهات اساطیری تصمیم گرفت که با دلایل طبیعی و منطقی توجیه کنه. توی این ویدیو میپردازیم به فیلسوف‌های اولیه یا همون فیلسوف‌های طبیعی. پس بریم که داشته باشیم. به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام همراهان عزیز، من یاوند هستم. به چنل من خیلی خوش اومدین. خیلی سریع بریم سراغ کتاب. با اساطیر شروع کنیم. قبل از اینکه فیلسوف‌های اولیه بیان روی کار، مردم از طریق اساطیر توجیه می‌کردن چیزهای مختلف رو. یه مثال میزنم، اگه خودتون علاقه داشتین برین و خودتون بخونین دیگه، از کتاب یا منابع مختلف، از کتاب دنیای صوفی یا منابع مختلف. مثلا وقتی که توی آسمون آذرخش رو میدیدن میگفتن که ثور داره گرز خودش رو تاب میده مثلا. بعدش فیلسوف‌های اولیه میان روی کار و به خدایان و اساطیر خورده میگیرن. فیلسوف‌های نظیر کسنوفانس میگه که خدایان و اساطیر زاده ذهن و تصور انسانن و انسان‌ها فکر میکنن که خدایان مانند ما یعنی بشر به دنیا میان لباس میپوشن و زندگی میکنن. ایشون میگفتن که حبشه‌ای ها میگن که خدایان سیاهن و بینی پهن دارن. تراکیایی ها میگن که خدایان موبور و چشمابی هن. لابد اگه اسب و شیر و گاو قادر به نقاشی و اظهار نظراتشون بودن، خدایان رو به شکل اسب و گاو و شیر میکشیدن. این از کسنوفانس. نکته‌ای که حائز اهمیت در همین ابتدای ویدیو باید بگیم اینه که طبق گفته کتاب ما باید این رو در نظر بگیریم که فیلسوفایی که داریم درباره‌شون صحبت می‌کنیم کلاً در عصری متفاوت و با فرهنگی متفاوت از فرهنگ امروز ما میزیستند. پس ما هم باید با منطق با این فیلسوفا رفتار کنیم، قضاوتشون کنیم، در نظر بگیریم که اونها امکانات پیشرفته الان رو برای ارائه نظریاتشون نداشتن. فیلسوفای اولیه همون پیش سقراطی یا همون طبیعی گفتیم موضوع بحث این ویدیو هستن. اما چرا ما به این فیلسوفا میگیم فیلسوفای طبیعی؟ چون بیش از هر چیزی در پی جهان طبیعی، رویدادهای طبیعی و دلایلی برای این رویدادها بودند. بسیاری امروزه معتقدند که زمانی باید چیزی از عدم به وجود اومده باشه. یونانیان خیلی به این عقیده باور نداشتن و طرفدارش نبودن. فکر میکردن که همواره چیزی وجود داشته است. نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که راه حل این فیلسوفا برای مسائل مختلف مهمه ها، ولی نه به اندازه چیزی که الان میخوام بگم. مهمه، ولی چیزی که مهمتره و ما باید بیشتر به این توجه کنیم پرسش‌های این فلاسفه و پاسخهاشون به پرسش‌های خودشونه. یعنی به جای اینکه بیشتر بپردازیم به این که به چی فکر می‌کردن، باید بپردازیم و فکر کنیم به این که چطوری فکر می‌کردن. اینه که مهمه. گفتیم که فیلسوفای طبیعی در پی یافتن دلایلی طبیعی برای پدیده‌های طبیعی برآمدن و میشه گفت که اولین قدم رو در راه استدلال علمی برداشتن و پیشتاز چیزی شدن که بعدها علم نامیده شد. چیز زیادی از آثار فیلسوفای طبیعی باقی نمونده. آنچه که ما میدانیم و در دست داریم از نوشته‌های ارسطو که حدود 200 سال پس از اونا زندگی میکرده. ارسطو هم تو کتاب فقط نتیجه گیری این فیلسوفا رو نوشته. یعنی ما خیلی نمیدونیم که چطوری فیلسوفا به این نتیجه نوشتن، ولی چیزی که میدونیم تفکر فیلسوفای طبیعی در باب جوهر خاص اولیه و دگرگونی‌های طبیعت بود.
اولین فیلسوف که میشناسیم و مطمئنا اسمش هم به گوش هممون خورده تالسه، اهل میلتوس در آسیای صغیر و از مستعمرات یونان. تالس به کشورهای مختلفی رفته بود مثل مصر. گفته میشه که اونجا حتی ارتفاع یه هرم رو اندازه گرفت، اینجوری که وقتی ارتفاع سایه هرم با خود هرم برابر شد اندازه گیریش کرد. تالس میگفت که منشأ همه چیز از آبه. اینکه منظورش از این حرف چی بود خیلی مشخص نیست. شاید منظورش این بود که حیات از آب به وجود میاد و وقتی هم که ما میمیریم حیات زائل میشه دوباره به آب برمیگردیم. شاید منظورش این بوده باشه. همچنین میگفت تالس که همه چیز پر از خداست. منظورش از این حرف رو هم فقط میشه حدس زد. به قول کتاب شاید وقتی میدیده که همه چی از خاک بیرون میاد مثل گیاه، حشره و سوسک و غیره، این چنین میپنداشت که خاک پر از ذره های ریز نامرئی و مهمی به نام ذره های حیاته. فیلسوف بعدی آناکسیماندروسه که شاگرد تالس هم بوده. ایشون میگفتن که جهان ما یکی از هزاران جهانی است که در لایتناهی به وجود اومده و در اون محو میشه. منظورش از لایتناهی چی بوده؟ باز خیلی معلوم نیست. آنچه که معلوم و مشخصه اینه که آناکسیماندروس به اون جوهری که تالس بهش معتقد بود و میپنداش خیلی معتقد نبود. یعنی نمیتونست بپذیره که آقا اون جوهر که همه چیزهای دیگه از اون به وجود اومدن آب باشه. یعنی اینطور بیشتر فکر میکرد که آقا چیزهایی که متناهیان باید از اون چیزی به وجود اومده باشن که اون چیز نامتناهی باشه و مطمئناً آب نمیتونه اون جوهره باشه. و همین. خلاصه که به این نتیجه رسید که آقا جوهر مذکور آب نیست. میرسیم به آناکسیمنس که من حالا جسارت نمی کنم ولی فیلسوفیه که کمتر از همه بهش علاقه دارم. خیلی مثلا نمیتونم با اون چیزی که گفته حتی مطابق با اون زمان ارتباط برقرار کنم خودم ها، من وگرنه عددی نیستم. آناکسیمنس میگفت که منشأ همه چیز از هواست. میگفت که آب هوای متراکمه و اگر آب رو هم بیشتر بفشاریم میشه خاک. میگفت آتش هم هوای رقیقه و نتیجه گرفت که در واقع منشأ آتش و خاک و آب هواست. این سه فیلسوف میلتوسی باور داشتن که منشأ همه چیز نوعی گفتیم جوهر اولیه است. ولی سوالی که مطرحه اینه که آقا اون جوهر چگونه ناگهان به چیزهای مختلف تبدیل میشه؟ این سوال یا این مسئله تغییر نامیده میشه. بعد این سه تا فیلسوف میلتوسی فیلسوف‌هایی در شهر الئا واقع در جنوب ایتالیا پیدا شدن که مسئله تغییر مورد توجهشون بود. پارمنیدس مهمترین این فیلسوف‌ها بود. ایشون اعتقاد داشتن که آنچه که بود همواره بوده و همواره خواهد بود. تغییر به معنای واقعی اتفاق نمیفته و حتی از این فراتر رفت و گفت که آقا اصلا چیزایی که ما میبینیم و در نظرمون مثلا تغییره در واقع تغییر نیست. این فقط حواس ماست که داره ما رو فریب میده. پارمنیدس با چشای خودش و حواسش درک میکرد که آقا چیزهای مختلف در حال تغییرن، فصلها، آب و هوا و غیره. ولی وقتی که مجبور شد بین عقلش و چیزی که حواسش بهش میگفتن یکی رو برگزینه، جانب عقلش رو میگیره. شنیدیم دیگه میگن تا یه چیزی رو با چشم خودم ندیدم باور نمیکنم. پارمنیدس با چشم خودش هم میدید و باور نمیکرد. این ایمان خلل ناپذیر به عقل خردگرایی یا همون راسیونالیسم نامیده میشه. خردگرا کسی است که معتقد عقل منشأ شناخت بشر از جهانه. میرسیم به آقای هراکلیتوس.
معاصر پارمنیدس و از اهالی افسوس در آسیای صغیر. هراکلیتوس معتقد بود که جریان و به قولی سیران سرشت اصلی طبیعته، همه چیز دائم در حال تغییره. همچنین هراکلیتوس معتقد بود که اضداد ویژگی اساسی جهانه. یعنی چی؟ یعنی اگه خوبی نباشه بدی هم نیست. باید بیمار بشیم تا قدر تندرستی رو بدونیم. باید مثلا چه بدونم آب باشه تا آتش هم معنا داشته باشه و این چیزا. و معتقد بود که دو وجه یک ضدیت هر دوشون ضروری هن و اگه یک وجه یک ضدیت نباشه در جهان خلل به وجود میاد و رو به زوال میره. هراکلیتوس میگفت که خدا آن چیزیه که جهان رو احاطه کرده، ولی به جای خدا معمولاً از واژه لوگوس به معنای عقل استفاده میکرده. هراکلیتوس به یک راهنما یا عقل کل باور داشته که در طبیعت تدبیر میکنه و هدایت میکنه چیزهای مختلف رو، بندگانش رو. حالا بندگان نگیم، همون طبیعت بگیم بهتره. داره تدبیر میکنه تو طبیعت و اونا رو در راهی که قراره طی کنن راهنمایی میکنه. امیدوارم که صدای این آقای سبزی فروش تو ویدیو نیفته. پدر ما رو در آورده، انشالله که پدر خودش در بیاد. آقا حرصم گرفته، بذار لااقل اینجا بگم. آقا برو دیگه. چقدر آخه یه بار صبح میای یه بار ظهر میای، تمومش کن دیگه آقا. ببخشید، متنفرم از این یارو. میگفتیم آقای هراکلیتوس اونجوری که کتاب میگه خیلی هم ارزشی برای هم نوعان خود قائل نبود. میگفت که عقاید بیشتر مردم همانند بازیچه کودکانه. خب خیلی مشخصه که عقیده های پارمنیدس و عقاید هراکلیتوس کاملا در تضاد با همند. پارمنیدس میگفت که آقا هیچ چیز تغییر نمیکنه و ادراک هایی که ما از حواس خودمون میکنیم قابل اطمینان نیستن. هراکلیتوس درست عکسشو میگفت که همه چیز همواره در حال تغییر است و این حتی ویژگی جهانه و ادراکات حسی ما درست و قابل اطمینانه. در اینجا باید فیلسوفی به نام امپدوکلس می اومد و به قول کتاب راهی از این ورطه به بیرون می نمود. امپدوکلس معتقد بود که هم حق با پارمنیدس هم با هراکلیتوس. ایشون میگفتن که ایراد این دو اینه که فقط یک عنصر رو در نظر میگیرن، یک چیز رو در نظر میگیرن. یکیش فقط داره ادراکات حسی رو در نظر میگیره، یکیش فقط اون چیزی که عقلش داره بهش میگه رو در نظر میگیره. و اگه ما اینطور رفتار کنیم، یه نگرش این شکلی داشته باشیم، نمیتونیم هرگز بین اون چیزی که عقلمون میگه و اون چیزهایی که ادراکات حسیمون به ما میگن ارتباط برقرار کنیم و به نوعی عقیده خیلی درستی نیست این. ایشون با پارمنیدس موافق بودن، این گونه که میگفتن آقا بله چیزی واقعا تغییر نمیکنه به معنای واقعی کلمه. آب همواره آبه، آب هیچ وقت تبدیل به قورباغه، زرافه یا کرگدن نمیشه، اون آبه. و همچنین با هراکلیتوس هم عقیده بود این چنین که آقا بله ادراکات حسی ما درستن، چیزهای مختلف تغییر میکنن، ولی نه به اون معنای تغییری که گفتیم، تغییر واقعی و ریشه‌ای. حالا میگیم که منظورش چیه. ایشون وجود یک عنصر خاص اولیه رو رد میکنن، اینجوری که میگن آقا نمیتونه فقط این عنصر، این جوهر آب باشه. میگه که جهان از 4 عنصر یا به قول خودش 4 اصل تشکیل شده: آب، هوا، خاک، آتش. فرایندهای طبیعی و رویدادهای طبیعی ناشی از در هم آمیختن یا گسستن این 4 تا از همه. در واقع آب و آتش و هوا و خاک خودشون به تنهایی تغییر ناپذیر و جاودانن و تغییرات در واقع گسستن یا پیوستن این 4 تا از همه.
با این نظریات خوبی که بیان میکنم، بازم یه سوال دیگه مطرحه که آقا درست، ولی چه چیزی اینها رو به هم وصل و از هم جدا میکنه؟ امپدوکلس میگه که دو نیروی مهر و کین. مهر چیزا رو به هم وصل میکنه، کین از هم جداشون میکنه. ایشون همچنین بین جوهره اصلی یعنی این 4 تا و نیروهایی که اونا رو به هم وصل میکرد یعنی مهر و کین تمایز قائل شد، چیزی که امروز هم ما میبینیمش. دانشمندان بین عنصرهای مختلف و پیوندها، نیروهایی که اونا رو به هم وصل و جدا میکنه، حالا جداشو نمیدونم، وصل میکنه، تمایز قائلن. ایشون همچنین یه نظریه میدن درباره این که ادراک‌های حسی ما چطور کار میکنه، اون حواس ما چطوری برای ما چیزی رو بیان میکنن. اینطور بگم، میگفت که آقا چشم ما هم از آب و خاک و آتش و هوا تشکیل شدن. یعنی اگه من دارم آتیش رو میبینم، این آتیش چشم منه که داره اونو میبینه. اگه من آب رو میبینم، این آب چشم منه. من اگر مثلا خاک تو چشمم نداشته باشم، نمیتونم خاک رو ببینم. این چیزی بود که امپدوکلس بهش معتقد بود و در راستای اون نظریه داد. میرسیم به آناکساگوراس. ایشون هم وجود یک جوهر خاص اولیه رو رد میکنه. همچنین این بار ولی میاد میگه که آقا من نمیتونم قبول کنم که آب و خاک و هوا و آتیش به استخوان و پوست تبدیل بشن. از این به بعده که داره نظریات رفته منطقی تر میشه. میگه که همه چیز از ذرات بیشمار و ریزی که به چشم نمیان ساخته شده و این ذرات رو میشه پیوسته ریز و ریزتر کرد، ولی هر یک از اون ذرات چیزی از کل مجموعه بزرگ رو در خود داره. منظورش چیه؟ میگم مثلا ما امروزه میتونیم از یک ماشین یک عکس لیزری بگیریم، میتونیم در اون سپر ماشین کل ماشین رو ببینیم. یا مثال بهترین مثالای کتابن، از خودم نمیگم، اکثر سلول های بدن ما، چون بالاخره من تجربی خوندم، فکر کنم سلول های مثل بلبل قرمز چیز ندارن، دی ان ای ندارن که بخوایم از اونا چیز کنیم. همه اون سلول هایی که گفتم به غیر از چند تا استثناء، همه ژن های بدن ما رو دارن. مثلا این سلولی که توی موی من هست، توش هم ژن رنگ چشم من، ژن رنگ موی من، ژن کمپوش یا پرپشت بودن موی من و غیره توش وجود داره. و این اون چیزیه که آناکساگوراس میگه، هر یک از این ذرات پاره ای از کل مجموعه رو در خود دارن. ایشون این ذرات رو بذر یا همون هسته مینامه. امپدوکلس نیرویی که چیزهای مختلف رو، اون 4 عنصر رو به هم وصل میکرد رو مهر نامید. ایشون گفتن که اون چیزی که اون ذرات مختلف رو به هم وصل میکنه نظمه و اون رو عقل یا شعور نامید. آناکساگوراس اولین فیلسوف ساکن آتنه که ما اطلاعاتی درباره زندگیش در دست داریم. ایشون اهل آسیای صغیر بودن ولی در 40 سالگی به آتن میرن. بعدها بهش اتهام خدا نشناسی میزنن به این دلیل که به خورشید گفته بود که آقا این یه خدا نیست و صرفاً یه سنگ گداخته بزرگه. ایشون با بررسی یک سنگ آسمانی به این نتیجه رسیدن که کرات مختلف هم از جوهر زمین ساخته شدن. گفتن که ماه از خودش نور نداره و نورش رو از زمین میگیره. همچنین بیاناتی و نظریاتی در مورد خورشید گرفتگی ارائه دادن. من معمولاً اشاره نمی کنم به روند رومانی دنیای صوفی، یعنی اینکه تو قسمت داستانیش چی میگذره، ولی میخوام این قسمت رو بگم. فیلسوفی که تو ویدیوی قبل گفتیم، ویدیوی معرفی، تو یکی از نامه‌هاش به صوفی میگه که یه سوال میپرسه از صوفی که چرا لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی جهانه. صوفی اولش میگه که آقا این چرت و پرت چیه، چرا باید هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان لگو باشه؟
ولی بعد که میره لگوهای خودش رو از خونش پیدا میکنه و شروع به بازی باهاشون میکنه، کم کم به جواب سواله میرسه. یکی آقا اولا که خیلی محکمن، بعدش هم میشه هر چیزی باهاشون درست کرد. چیزی که امروز ازش یه قلعه ساختیم، یعنی اون لگویی که امروز بخشی از یه قلعه است، میتونه فردا بخشی از یک مثلا ماشین باشه. این چنینه که بعد این سوال فیلسوف داستان میپردازه به دموکریتوس، آخرین فیلسوف طبیعی بزرگ از اهالی شهر کوچکی به نام آبدرا در کرانه شمالی دریای اژه. حالا نمیدونم اینا رو گفتنم هم لطفی داره یا نه، ولی میگم که اهل کجا هم هستن. ایشون با پیشینیانش هم نظر بود، با پیشینیانی که میگفتن تغییر به معنای واقعی اتفاق نمیفته. دموکریتوس جهان رو متشکل از ذره‌های ریز، جاودانه و تغییر ناپذیر به نام اتم میدونست. اون ذره ها رو اتم نامید. اتم به معنای برش ناپذیره. همچنین دموکریتوس این رو بیان کرد که آقا نمیشه تا بی نهایت همچنین این ذرات رو ریز و ریزتر کنیم. این چنین جهان مثل سوپی که رقیق و خدای این ها منو کشتن، رقیق تر میشه از هم وا میره. و به قول خودمون دموکریتوس معتقد بود که باید یه بیسی وجود داشته باشه، یه اصل و اساسی وجود داشته باشه که جهان، طبیعت از اون شکل گرفته باشه. چون هیچ چیز معتقد بود که نمیتونست از هیچ به وجود بیاد. از این نظر هم نظر با پارمنیدس و الهی ها بود. امروزه ما هم میدونیم که آقا بله چنین چیزی که ایشون توصیف میکنه شبیهش واقعا هست و حتی به این نام هم ازش یاد میکنیم، اتم ها رو میگم. ایشون میگفتن که آقا اتم ها قرص محکم و دارای شکل های متفاوتی هستن و دارای قلاب هستن که از طریق اون قلاب ها به هم متصل میشن. به همین جهت وقتی انسان یا حیوانی میمیره، اتم های اون پیوندهاشون، اون قلاب‌هایی که به هم وصل بودن میشکنن و میرن چیزهای دیگر رو که در پیرامون خودمون میبینیم میسازن. صحیح بودن نظریه جاودانی اتم‌های دموکریتوس امروز به معنای واقعی برای ما ثابت شده. مثلا میگم به قول کتاب شاید اتم کربنی که حالا روی بینی منه روزگاری بخشی از دم یک دایناسور بوده، یا هیدروژنی که توی پرده گوش منه روزی بخشی از بافت قلبی یک دایناسور بوده، باز مثلا نمیدونم یه ماموت بوده، هرچی. امروزه میدونیم که میشه اتم ها رو به ذرات بنیادی یعنی الکترون، پروتون و نوترون شکست. شاید روزی بتونن حتی دانشمند اینا رو هم بشکنن، ولی همشون معتقدن تقریبا که آقا باید حد غایتی وجود داشته باشه، باید یه جایی این چرخه دیگه متوقف بشه، باید چیزی باشه که همه چیز از اون شکل گرفته باشه، یعنی چیزی که دیگه نشه شکستش. دموکریتوس به روح یا نیرویی که در طبیعت مداخله کنه معتقد نبود، اعتقاد نداشت و چون فقط به چیزهای مادی معتقد بود، ما ایشون رو ماده‌گرا یا ماتریالیست می‌نامیم. ایشون میگفتن که نیرویی نیست که در کارهای طبیعت تدبیر کنه و قوانین گریزناپذیر طبیعتن که دارن موجب تغییرات و دگرگونی‌های مختلف میشن. همچنین اتم ها روشنگر گفتن که ایشون ادراک‌های حسی ماست. مثلا وقتی ما داریم ماه رو میبینیم، در واقع به قول ایشون اتم های ماهن که دارن به چشم ما میخورن و ما ماه رو میبینیم. ایشون ولی به روح انسان معتقد بودن. میگفتن که روح انسان هم اتم داره، اتم های صاف که وقتی ما میمیریم از ما بیرون میان و شاید جزئی از یک تکوین روح دیگر میشن. دموکریتوس با نظریه های خودش فلسفه طبیعی یونان رو موقتاً پایان داد. این بود از فلاسفه طبیعی پیش سقراطی یا همون اولیه. امیدوارم استفاده کافی رو از این ویدیو برده باشین و منم تونسته باشم که
به خوبی روایت کنم و خلاصه کنم این بخش رو واسهتون. واسه منم خیلی خوبه. در واقع من اینا رو که میام اینجوری توضیح میدم بهتر تو ذهن خودم هم میمونه. هر وقتم که دیدم یه ذره داره یادم میره یه بخشایی، میام از ویدیوهای خودم نگاه میکنم. حالا اینو چرا به شما گفتم نمیدونم. همین. دانش سلاح هست و دنیا میدان جنگ. با دست خالی نجنگیم. دوستان سابسکرایب چنل، لایک و کامنت و شیر فراموش نشه. درسته که ویو شما به خودی خود برای ما ارزشمنده، ولی خب لایک و سابسکرایبه که بیشتر ما رو خوشحال میکنه. با زدن دکمه لایک و سابسکرایب ما رو خیلی خوشحال میکنیم و باعث میشیم که ما بتونیم با امکانات بیشتری در مقابل دیدگانتون ظاهر بشیم. امکاناتی مثل کتاب‌های بیشتر، دکور خوب، میکروفون پیشرفته تر و دوربین پیشرفته و غیره. همین. تا ویدیو بعدی همتون رو به ایزد منان میسپارم و فعلا.